حدیث نمبر 15. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف و فی کل خیر. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که المؤمن القوی، مؤمن قوی که قوت داشته باشه و خوب قوی باشه، خیر بهتر است و احب و محبوب تر است الی الله، به الله متعال، من المؤمن الضعیف، از مؤمن ضعیف کرده. و فی کل خیر، و در تمامشان خیر است، یعنی در قوی و ضعیف در کلش خیر است. از این حدیث ما و شما چی درس میگیریم؟ از این درس میگیریم که انسان مؤمنی که قوی باشه، که قوت جسمی داشته باشه که در جهاد در ضد دشمنای اسلام از قوت خود استفاده بکنه، از نگاه اقتصادی قوی باشه، از نگاه علمی قوی باشه، از نگاه عقیده قوی باشه، این انسان پیش الله بسیار محبوب تر است نسبت به اون مؤمنی که ضعیف باشه، عقیدهش هم ضعیف باشه، جسمش هم ضعیف است، مثلا جهاد کردن نمیتونه در مقابل کفار، دیگه مثلا اقتصاد مملکتش هم ضعیف باشه که باز او مثلا نمیتونه که در مقابل کفار استادگی بکنه و با اقتصاد ضعیف، یا فامیلش همیشه خیرات خور و گدایگر است. این حال الله متعال مؤمن قوی را نسبت به مؤمن ضعیف پیشش محبوب تر است، یعنی زیاد او را دوست داره. خیرام است، دو صفت داره، یعنی مسلمان قوی، عقیده قوی، علم بسیار خوب، دانش بسیار خوب، جسم بسیار قوی. این حالی انسان ام خیر است و ام محبوب است نزد الله متعال. و فی کل خیر، از این بازات درس میگیریم که یعنی در کل مسلمان ها خیر است. اگر ضعیف هم باشه باز هم از کافر کردن مؤمن بسیار خوب است. یعنی تو نشه که یک نفر باز بخیزه بگه که فلان کافر تو قوی هست، نه، از کافر قوی کردن باز این مسلمان ضعیف پیش الله ارزش و درجهش بسیار بلند است و خوب است و محبوب تر است. ولو که کافر اگر خوشقواره باشه، یا مال زیاد داشته باشه، یا اقتصاد قوی داشته باشه، یا اخلاق خوب داشته باشه، چون این کافر در اصل دشمن الله هست. و این مؤمن اگر ولو که ضعیف هم باشه باز از او کافر کردن رتبه ازی بلندتر است، چرا این دوست الله هست. و او کافر که است اگر 100 صفت خوب هم داشته باشه باز هم چی است؟ او دشمن الله هست.